و برای آنها داستان شخصی را بازگو که آیات نجات بخشمان را به او عطا کردیم. اما او عاقبت خود را از آن آیات خالی کرد و شیطان هم مسرورانه به دنبالش روان شد تا بالاخره از گمراهان گشت. و اگر می‌خواستیم او را به واسطه همان آیاتی که در سینه داشت به سوی مقامات عالی کمال بالا می‌بردیم. اما او در زندگی پست دنیا بماند و از خواهش‌های نفسانی خود پیروی کرد. مثل او همچون سگی است که چه به او حمله کنی و چه به حال خود رعایش کنی، در هر دو حالت زبانش را بیرون می آورد. و مثل جماعتی که آیات ما را انکار می کنند نیز چنین است. ای پیامبر، این گونه داستانها را بر آنها حکایت کن، شاید به اندیشه فرو رود.